دو تایم داریم. یک تایم ما ساعت 6 شروع میشه تا 7 و نیم بجه. 7 و نیم تایم ما شروع میشه تا 9 شب. قهرمانای زیاد فعلا در حدود 80 90 نفر تمرین میکنن در این کمپ. در بخش ورزش تقریبا 17 سال است که از 13 سالگی فعالیت آغاز کردیم در ورزش تا فلان 33 ساله هستم در بخش ورزش هستم. کسی که ورزش میکنه او یک فکر فعال میشه، حافظه‌شان فعالتر میشه، میتونه بخش درسایشان انگیزه زیاد برشان بده، چون یک ورزشکار زمانی که ورزش میکنه در هر حالت آماده میشه بخیر. ز اسماعیلم دوام صنف که شپږ کلن و سبایی زم مکتب ته بهتر راځم اودس کوم مونځ مې کوم راځم کلاب ته کله زه کلاب ته راځم درس مې زده کی خوشحالم یم. ما تقریبا 2 سال میشه که پیش استاد شفیع الله سلطانی تمرین خود پیش میبرم و در مسابقه در MMA داشتیم. در کلاب ما خو امکانات چیزا هست، استاد ما بهترین تمرین بر ما میته. ما بسیار تلاش خود میکنیم که در مسابقه پیروز شویم. ورزش یک چیزی است که انسان از عمل از این چیزا دور میاد، صحتمند میباشی، سرحال میباشی، ذهنت قوی میباشه، فکر خوب میداشته باشی، آرام میباشه از حساب ذهن و ورزش. دیگه واقعیت استاد شفیع الله سلطانی یک از استادایی هستن که واقعا استاد زحمت کشی از بالای ما زیاد زحمت میکشه. شانزده به مسابقات ازبکستان است. دیگه در حدود 20 چند ورزشکار از افغانستان اشتراک میکنه. خوشبختانه از کمپ خودم دو قهرمانی است که یکی از محمد جان قاسمی است، الیاس رحیمی است و خودم هستم. و الیاس جان رحیمی دور پیش در سال 1404 خوشبختانه به افغانستان مدال طلا برد. از ایران در مسابقات آسیا اشتراک کرده بود. و محمد قاسمی که قهرمانی است که وزن 36 کیلو مسابقه میکنه. در افغانستان عضو تیم ملی است جوانان. 16 می بخیر مسابقه است بین 91 کشور است. در کشور ازبکستان برگزار میشه. میزبانش ازبکستان است. ان شاء الله روز پنجشنبه حرکت میکنیم وزن کشی است.